صیادان با زحمت فراوان تور را به کنار دریا می کشند. این تور زندگی است، تور امید است. صیادان امید را به خانواده ها تزریق می کنند. این زحمت کشیدن تور توسط صیادان کار حرفه‌ای و بس دشوار است. قایق اصل‌کاری به کنار دریا می آید و یک وسیله نقلیه دیگر که قدرت کشیدن فراوانی دارد مابقی کار را ادامه می دهد. این کار حرفه‌ای است. شما یک صحنه زیبای طبیعی را ملاحظه می کنید. یک کار گروهی که در آن فرد اعضای گروه باید حرفه‌ای باشد. در این تور شاید ماهی گرفتار نشده باشد. شاید هم شانس صیادان امروز خوب باشد و اقتصاد خانواده را به گردش درآورد. مابقی کار توسط این وسیله نقلیه انجام می شود. صیادان که از دیشب در دریا بودند حالا به استراحت می روند و کار را به این وسیله یعنی تراکتور واگذار می کنند. شاید چندین ساعت این تور توسط تراکتور کشیده شود تا تور به نزدیکی ساحل برسد.